طبق دستور رستم امامعلی شهردار دوشنبه قرار است تا سال 2028 نقلیات جمعیتی در پایتخت تاجیکستان به ماشین‌های برقی تبدیل شود. اگرچه این تغییر در سمت حمل و نقل سازگار با محیط زیست است، اما پیامد ناگوار از دست دادن شغل برای هزاران نفر را به همراه دارد. شرکت یک تاکسی که از 2 سال پیش ماشین‌های برقی ساخت چین را وارد بازار تاجیکستان کرد، دادن مجوز کار به ماشین‌های دارای محرک سوختی را قطع کرده است. رسلان سرباززاده راهبر شعبه بازرگانی این شرکت میگوید که ساکنان تاجیکستان در آغاز به ماشین‌های برقی شبهه داشتند، اما با افزایش فهمیش و قبول این نمود نقلیات طلبات به ماشین‌های برقی افزایش یافت. ما مرحله به مرحله در مدت 1.5 سال زیاده از 60% خطا نکنیم اگر علاقه به ماشین‌های سبز داشتیم، چون اینکه ما از درون دیگر تاکسی پارک‌ها از دیگر شرکت‌های تاکسی رو در بین دیگر شرکت‌های مسافرکشی اولین شده آوردیم. از همین سبب علاقه مرحله ما از 50% زیاد گذشته است. سرباززاده همچنین ذکر میکند که حالا بانک‌های تاجیکستان برای خریداری ماشین‌های برقی قرض‌های امتیازناک پیشنهاد میکنند. ولی فاضل جان فتولایف شارح اقتصادی خبرگزاری آزیا پلوس با پیشنهاد بانک‌ها شبهه دارد، زیرا راننده‌ها ماشین‌های برقی را از شخصان ثروتمند که امکانیت خرید را دارند به اجاره میگیرند. در حالتی که اگر آنها با 15% فرض کنیم سالانه اگر آنها ماشین رو قرض گیرند و دسترس کنند، آنها احتمالاً 400-500 سوم روزانه باید هر روز باید مبلغ قرض رو پرداخت کنند. میگه برای باید هر یک شهروندان باید یک صاحب یک درآمد شد اولاد خود رو نگاه کنند. وضعیت در اون حالت خوب میشد وقتی که شرایط قرضدهی برای شهروندان بهتر و خوبتر میشه برای رانندگان تاکسی. سردار استحصالات کارخانه اکیا اوستا مراجان مراد میگوید که برای تقویت فعالیت نقلیات برقی تصمیم گرفتند اتوبوس‌های دیزلی نو اکیا اوریون را دیگر به مشتریان پیشنهاد نکنند. سال 28 500 عدد استحصال کرده بشود. شرکت اوستا گروه همچنین با شرکت چینی جینچوین سازشنامه را امضا کرده است که طبق آن در دوشنبه کارخانه تولید ماشین‌های سبکروی برقی بنیاد کرده می شود.